دوستم هرگز مزن پست اعتبار دیگران. گر تو خود را مرد دانی دیگران را شیر دان. مرد شدن شاید تصادفی باشد، ولی مرد ماندن کار هر کس نیست. یک سنگی از کوفتت 100 سنگ را بیجا کند. یک مرد نامردی کند 100 مرد را رسوا کند. اگر کسی را فریب کردی، این معنای آن را ندارد که وی بی عقل است. معنایش این است که او با هستیش به تو باور کرد و لیک افسوس در اصل تو لایق باوریش نبوده ای. بیگانه به بیگانه ندارد کاری، خویش است که در پی شکست خویش است. آدم همه وقت خانه و در گوید، فرزند و زن و یار و برادر گوید. گر نان به لبش رسد او بی پرواست، گر جان به لبش رسد مادر گوید. مادر گوید. جوانی به معشوقش گفت من پول ندارم، من پولدار نیستم. مثلا مثل رفیقم چند خانه ماشین و وظیفه ندارم. من فقط دوستت می‌دارم. بعد شنیدن این سخنها اشک در چشمان دختر حلقه زد و گفت اگر واقعا دوستم می‌داری، مرا با آن رفیقت شناس کن. غریبی چاه و زندان است یاران، بلای جان انسان است یاران. نگه دارد خداوند از غریبی، غریبی آفت جان است یاران. ولی که در تمام قوم و ملت برادر با برادر هست یاور. ولی که تاجیک بیچاره من غریب افتاده از دستی برادر. خدا سرجمع نمای خلق ما را، از این غربت جفا دیده است و دیده است. بره پایی فرزند مسافر دو چشم مادری تاجیک دریده است. دلم در سینه گویا در تنور است. عزیزان تا دم قومم غریب است. زیدوری غریبان جان شاعر، زی شادی حقیقی بی نصیب است. آه غریبی، آه غریبی، غریبی چاه و زندان است یاران. ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم. ما جز غم او هیچ دیگر کار نداریم. مسکین و فقیریم به کشانه دنیا، با نیک و بد خلق جهان کار نداریم. ما شاخ درختیم پر از میوه توحید. هر ره گذر سنگ زند آر نداریم. در باب دل خسته شمس الحق تبریز ما جز به خود این شیوه و گفتار نداریم. ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم.